آقایی که به خانم توجه نمی‌کنی داره چه کار میکنه؟ رفتارش تغییری نکرده؟ میدونستی بعضی از رفتارها بوی خیانت میده؟ بیا که بهت بگم وقتی خانومت این رفتار رو داشت یعنی داره واسه یکی دیگه دلبری میکنه. پس تا دیر نشده تا آخر این ویدیو ببین که آخرین مورد تیر خلاص جداییتونه. پس با من همراه باش. شماره 1. به ظاهرش بیشتر از قبل میرسه. خانوم ها اوایل ازدواج زیاد به خودشون میرسن که بهترین باشن برای همسرشون، اما بعد از چند ماه یا چند سال به دلیل اینکه با همسرشون احساس راحتی بیشتری میکنن مثل قبل خیلی خودشون رو آراسته و مرتب نمیکنن. اما اگه دیدی خانومت ناگهان مجددا سعی میکنه که بیشتر از قبل به ظاهرش برسه یا مدام توی آرایشگاه‌ها به سر میبره و حتی دیدی لباس‌های زیر ست جدید هم میخره، بدون که داره احتمالاً بهت خیانت میکنه. شماره 2. همسرتون به حفظ حریم خصوصی تاکید میکنه. یکی از بارزترین علائم خیانت زنان اینه که زیاد به تلفن همراهش حساس میشه و اونو با خودش هر جا که میره میبره، یا زمانی که گوشیش زنگ میخوره از اتاق میره بیرون که صحبت کنه. همچنین تاریخچه تماس‌ها و پیام‌ها و تمام گفتگوها رو پاک میکنه. علاوه بر این گوشیش اکثر مواقع روی سایلنته. زمانی که ازش دلیل این رفتار رو میپرسین میگه تلفن همراه حریم خصوصیه و باید بهش احترام بذاری، در حالی که داره یه چیزی رو ازتون مخفی میکنه. شماره 3. همسرتون زمان زیادی رو در محل کارش میگذرونه. ماندن طولانی مدت در محل کار یا نشانه اینه که او کار و مشغله زیادی داره و به کارش متعهده، یا نشانه اینه که او به شخص دیگه‌ای تعهد داره و وقتش رو با او میگذرونه. اگه ماندن در محل کار اون هم تا دیر وقت اصلا عادی به نظر نمیرسه، ممکنه یکی از نشانه‌های آشکار خیانت زن به حساب بیاد. شماره 4. همسرتون دائم مشغوله و وقتی برای شما نداره. برخلاف مردان خیانتکار، زنانی که خیانت میکنن معمولاً علاقه‌ای به همراهی دو طرفه ندارن. در عوض اونها علاقه خودشون رو به یکی از دست میدن و تمام وقت و توجهشون رو روی دیگری متمرکز میکنن. اگه همسرتون خیانت میکنه، ممکنه دیگه برای شما وقت نداشته باشه و سعی میکنه به بهانه‌های مختلف مثل مشغله کاری زیاد و خستگی از شما فاصله بگیره و ذوقی برای که با شما وقت بگذرونه رو نداره. شماره 5. همسرتون به رابطه جنسی علاقه‌ای نداره. یکی از راه‌های اصلی ارتباط عاطفی زوج‌ها رابطه جنسیه. این وابستگی برای روابط طولانی مدت و قوی ضروریه. همچنین استرس رو کاهش میده و باعث میشه که زوجین با همدیگه روابط بهتری داشته باشن. پس زمانی که دیدی همسرتون علاقه‌ای به این ارتباط نداره، بدونین که پای یک مرد دیگه در میونه. شماره 6. همسرتون به طور اتفاقی شما رو با نام دیگه‌ای صدا میزنه. اشتباه زبانی ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، اما این یکی از اتفاقاتی که باید بهش توجه کنید. اگه همسرتون شما رو به طور تصادفی در هنگام رابطه جنسی با نام دیگه‌ای صدا میزنه، یا نشان دهنده اینه که دوست داره شخص دیگه‌ای به جای شما باشه یا اخیراً با شخص دیگه‌ای ارتباط جنسی داشته. شماره 7. همسرتون اخیراً هدیه‌های زیادی دریافت میکنه. شما ممکنه متوجه این موضوع شده باشین که همسرتون هر موقع به بیرون از خونه میره و با دوستاش به تفریح و گردش میپردازه، با هدیه‌ای به خانه برمیگرده. اینکه چه کسی تا این مقدار هدیه برای همسرتون میخره جای سوال داره. حالا بهم بگو دلیل خیانت زن به مرد میتونه از چی باشه؟ شماره 8. به طور ناگهانی دچار بیماری‌های مقاربتی شده. اگه شما بیماری مقاربتی ندارین و همسرتون به یکی از این بیماری‌ها مبتلا شده، قطعاً نشان دهنده اینه که اخیراً با فرد دیگه‌ای هم بستر شده و این از ساده‌ترین نشانه‌های خیانت زن هاست. و اما شماره 9. پیدا کردن وسایل جلوگیری از بارداری. ممکنه یهو توی وسایلش یا توی کیف همراهش قرص‌های ضد بارداری یا اورژانسی رو پیدا کنید که خودتون هیچ وقت استفاده نداشتین. چون خانم‌ها به دلیل ترس از بارداشت دادن از کسی غیر از همسرشون احتمال 100% از این قرص‌ها استفاده می‌کنند.
مواجه شدن با همچین صحنه‌ای واقعاً دردناکه. اما بدونید متاسفانه که این نشونه احتمال 99% که داره بهتون خیانت میکنه. خیانت مسئله‌ای نیست که بشه باهاش به راحتی کنار اومد. حالا چه مرد باشه چه زن. دلایل زیادی وجود داره که باعث میشه همسرتون بهتون خیانت کنه. لطفاً قبل از هر گونه اقدام خشونتبار با مشاور متخصص در میون بذارین تا بتونین این مسئله رو به خوبی حل کنین. به امید یک رابطه خوب و زندگی سالم. خب دوستان عزیز، مرسی که همراه من بودین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگه خوشتون اومده لطفاً لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیو رو هم از دستش ندین. بدرود.